قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. احترام العلماء یکی از آدابهای طالب العلم این احترام کردن علما است و این مسئله خیلی مهمی است و ما در اینجا مختصر و به صورت فشرده انشاءالله که نمیخوانیم که یک طالب العلم باید که احترام علما را داشته باشد، در همه جهت باید که احترام علما را داشته باشد، حتی در مسئله‌ای که میگیرد در قول راجح و مرجوح و همچنین در اجتهادی که میکند، یعنی که فتاوای یک اهل علم را میخواند یا که سخن یک از اهل علم را میفهمد و یا اینکه در نزد یک اهل علم طلب علم میکند، باید که احترام علما را داشته باشد، زیرا الله عزوجل علما را فضیلت دادن و فرمودن که انما یخشی الله من عباده العلماء. تنها اون ترس واقعی و حقیقی که هست، تنها اون ترس حقیقی که هست، اون علما میترسن از الله عزوجل. و همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با علما گفتن که العلماء ورثه الانبیاء، پس در حقیقت علما وارثان پیامبران هستند و این رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را برای مردم و امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تبلیغ میکنن و دعوت میکنن، چنانه که الله عز و جل میفرماید که الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله، اون کسانی که تبلیغ میکنن رسالت الله عز و جل را، این دعوت به سوی توحید و مردم را از شرک باز داشتن و احکامات حلال و حرام را برای مردم فهمانیدن. اینا چه کسانی هستند؟ اینا کسانی هستند که تبلیغگرانی به سوی الله عزوجل و دین الله عزوجل هستند. بله، این یکی از صفتهای داعی و دعوتگر این است که یبلغون رسالات الله، یبلغون رسالات الله، رسالت الله عزوجل را میرسانند، رسالت الله عزوجل را، پیام رسول صلی الله علیه و سلم را، پیام انبیا را که دعوت به سوی توحید و مردم را از شرک باز داشتن و حلال و حرام را که الله عزوجل بیان کرده است برای مردم فهمانیدن و شریعت الله عزوجل و قوانین الله عزوجل را برای مردم تفهیم کردن، فهمانیدن و تشریح کردن. و یک از صفاتهای اون مبلغین که فقط تنها به خاطر الله عزوجل تبلیغ میکنن و در حقیقت رساله الله عزوجل را برای دیگران میرسانن، پس یک از صفاتش همین است. بله، اونها رسالت الله عزوجل را و رسالت پیامبرها را اونها برای خود وسیله نمیگیرن تا اینکه با یک حزب، یک جماعت یا یک چیز دیگری دعوت بکنن، چون بسیاری نگاه میکنن که دعوای از مبلغین، از تبلیغگران الله و رسول خودشان را میگیرن، اما در حقیقت اگر ما نگاه کنیم منهج چی است؟ منهج این است که تبلیغ دین الله را وسیله میگیرن، اما به سوی چیز دیگری در اصل اینها دعوت میکنن. اما این کسانی که رسالت الله را میرسانند اینها اینطور نیستند، یبلغون رسالات الله. بله، و دیگر صفتشون و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله وكفى بالله حسیبا. اونها در جهت رساندن تبلیغ رسالت الله عزوجل از هیچ احدی نمیترسند، از هیچ نفری نمیترسند، نه از ظلم ظالمین، نه از تهدید طاغوت و نه از شکنجه کننده و نه از ملامت کننده، بلکه فقط تنها از الله عزوجل میترسند. بله، چون کسانی که در راه الله عزوجل دعوت میکنن، بدانید که قسم به الله که کسانی هستند که یا از نزدیکان یا از کسانی که از تو دور هستند، یا رفیقا و دوستها یا کسانی که از تو دور هستند، حتما تو را در این راهی که اختیار کرده هستی تو را سنگ میزنن و تو را حرفا میگن و تو را ملامت میکنن تا اینکه تو این راه دعوتی به سوی الله را ترک بکنی. مگر از پیامبرها همین طور نبود؟ بله، ادعای را میبینی که همسراشون، ادعای میبینی که فرزندهایشون، ادعای از میبینی که قومهایشون
عده از میبینی که پدرهاشون مشرک بودن، قبول نمیکردن و حتی این تبلیغ کنندگانی به سوی الله عزوجل و به سوی دین الله عزوجل را مجنون میگفتن، دیوانه میگفتن، اونها را هر سخنها میگفتن. هر کس میبینی که این تبلیغ کننده به سوی دین الله عزوجل را به هر صفت ها میبینی که اتهام میکنن. حالا یک مشکلی برادرای ما و شما این است که وقتی که او را به یک چیز اتهام میکنن، از همون اتهام کننده متاثر میشود، در حالی که خودش معتقد است که من همچنین صفت ها را ندارم، ولی از اتهام کننده متاثر میشود. میگه من این حرف نمیگم چون من را خوارج میگن، میگه من این حرف نمیگم چون من را مرجئه میگن. والله که اگر تمام دنیا و اگر در جاده حق باشی ترا مرجئات میگه، خوارج میگه، جهمی میگه، هر سخن میگه گفتن بگه. هیچ کسی نیست که حرفش برای تو تأثیر داشته باشه. یک شخص جاهل به مثل جاهلای دیگر سخنش میگه. در کتاب سنت حرب بن اسماعیل کرمانی رحمه الله ذکر میکرد که اهل سنت و الجماعت را خوارج، جهمی و مرجئه میگه. اهل سنت و الجماعت را خوارج، جهمی و مرجئه میگه، و اما جهمی ها و مرجئه ها اهل سنت و الجماعت را خوارج میگن. امام احمد حنبل رحمه الله، امام اهل سنت که عالم سنت رسول صلی الله علیه و سلم بودن، حتی یکی از طالب العلم ها میگه که قسم به الله میگه که ما ایرا میگه با تاکید گفتم میتونم که اگر تمام همین کامپیوترها، فلش کارت ها، تمام این چیزایی که هستن، اگر علمی که امام احمد حنبل در رابطه با سنت و اثر داشته، اگر همه اینها ضبط بکنن، نمیتونن که اینها تمام علمی امام احمد حنبل رحمه الله را ضبط بکنن. و یک عالم اهل سنت و جماعت که الله عز وجل ایرا امتحان میکند، عقیده اهل سنت و جماعت را حفظ میکرد، ولو اینکه 20 سال زندان بشیند، ولو اینکه از دست همون خلیفه زمان، ولو اینکه هر ظلم و ستم و شکنجه را تحمل میکند. و بعد از اون میارن همه علما نشستن، از اون میپرسن که چی میگوی در همینجا. امام احمد حنبل میتونست که یک حرف یک سخن بگد که دو احتمال از همین سخن امام احمد حنبل بگیره، ولیکن امام احمد حنبل نگاه کرد که تمامی مردم ایرا منتظر هستند و علما ایرا منتظر هستند. لغزش امام احمد حنبل لغزش بسیاری از امت است. چی میگه وقتی که بار دیگر میپرسن که در رابطه با قرآن چی میگویی؟ آیا قرآن مخلوق است؟ میگویی که قرآن مخلوق است؟ میگه که هر کسی که اگر بگه قرآن مخلوق است فهو کافر، اون نفر کافر است. بعد از این قدر امتحان، بعد از این قدر شکنجه، بعد از این قدر سخنها، آیا قدر و شرف و منزلت امام احمد حنبل پایان شده؟ نه هرگز، بلکه الله عز وجل او را عزت داد. حالا امروز ببینید که باز همون چوجهکای عبدالرحمن بن ملجم و اتباع ذوالخویصره و این رؤوس خوارج که پیدا شدگی هستند و این علما را طعن میزنند و این علما را هر سخنها میکنن، عدهش تکفیرشون میکنن و عده دیگرش سخنهای قبیح در حقشون میزنن. این همون است که میخواهند که یعنی که همون احترام و همون مکانت و فضیلتی که الله عزوجل به علما دادگی هست، او را از چی؟ او را مثلا که از این نزد جوانهای امت اسلامی و امت رسول صلی الله علیه و سلم او را کاسته بکنن و او را کاهش بدهند، تا اینکه مردم دیگر رجوع نکنن، تا اینکه هر کس به فهم خودش ولو اینکه هر طور میفهمد، به فهم ترامپ میفهمد، به فهم بایدن میفهمد، به فهم هر یعنی که بیدین لایک که میفهمد، قرآن فهمیدن میگه مشکل نیست دیگر. وقتی که علما احترام، عظمت، مکانت و بزرگی اونها وقتی که رفتند دیگر، بله دیگر هر سخن در حقشون میگیره دیگر، هر طوری که بخواهی، به هر خواهشی که خودت بخواهی همون طور قرآن و سنت میفهمی و رفتن میگیری. اینجا است که امروز استخبارات کفار و یهود و نصارا امروز این چیزها را اونها میخونن و مسائل دین اونها مطالعه میکنن و اونها مکتب‌های دارن که مستشرقین میگن، میآیند در سرزمین‌های اسلامی حتی لغت‌های و زبان‌های عربی را خوب تعلیم میگیرن و حتی کتاب‌های قدیمی امین مسلمان‌ها را میخونن و میدونن که ضعف در کجا هست، اشکال در کجا آورده ما میتوانیم، در کجا ما فتنه آورده میتوانیم. و این الله عز وجل میفرماید که از صفات یهودی‌ها همین است، كلما اوقدوا نار الحرب اطفأها الله. هر وقت که الله عز وجل شعله همه اختلاف و جنگ و درگیری الله عز وجل خاموش بکند، یهود او را چکار میکند؟ شعله ور میکند، او را روشن میکند. كلما اوقدوا نار الحرب اطفأها الله، یعنی هر وقت الله عز وجل او را خاموش میکند، یهود او را باز شعله ور میکند، شعله جنگ و فتنه ها را باز شعله ور میکند. پس همین است که اونها کارهاشون به صورت نقشه و برنامه‌ای اونها را انجام میدهند. نتوانستند به صورت روافض و شیعه جایگاه و منزلت اهل علم و علما و سلف صالح را پایان بکنند و اما امروز
به نام سلفی، به نام منهج حق، به نام پیروی قرآن و حدیث چیکار میکنن؟ میخوان که منهج اهل سنت و جماعت که قرآن و سنت به فهم سلفی صالح میگیرن، میخوان که پس به طریقه این بله جایگاه و عظمت سلف صالح را پایان بکنن، چون که به توسط روافض و شیعان توریستن. الحمدلله که الله عز و جل حفظ کرد این امت اسلامی را و این قدر بهتان ها و این قدر کذب ها در حق صحابه و در حق علمای اهل سنت و جماعت بستن. این شیعه ها روافض و کتب ها نوشتن که چقدر مجلد ها است و مقاله ها و رساله ها نوشتن و این قدر تبلیغ و دعوت هایی که کردن، نتوانستن که اون جایگاه و عظمت اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اون سلف صالح را نتوانستن که از این قلوب امت اسلامی بیرون بکنن و این به توسط باز راه دیگر. به خاطر خوب متوجه باشید یکی از صفات همین افراد این است که به علما احترام ندارن. حتی نگاه کنیم خوارج به طرف پیامبر چی گفت؟ گفت ای محمد تعادل نکردی. ببین رویش معامله و طریقه حرف زدن. و امروز نگاه کنیم پس یکی از صفاتی که ولو اینکه صفات حقیقیشان نباشه بلکه یکی از علاماتشان همین است که احترامی به علما ندارن. از این خاطر انسان پیش الله عزوجل صادق باشد، کاذب نباشد. اگر که هر کسی که نباشد ترا هر سخن میگه، ترا مرجئه میگه، ترا جهمی میگه، به خاطر چی؟ به خاطر که تو پایبند قرآن و سنت هستی، به فهم صحابه، به فهم سلف صالح، ترا هر سخن میگن ولو این گفتن میگن هیچ از ملامت کننده باید که هیچ باید که ترس و هراس نداشته باشی. زیرا الله عزوجل اون صفت تبلیغگرانی دین الله عزوجل فرمود که اونها الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. تبلیغ دین الله را، رسالت الله را ماچکو میرسونن، تبلیغ میکنن و نمیترسن مگر فقط تنها از الله عزوجل. ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. و الله عزوجل کفایت میکنه، ترى الله عزوجل حفظ میکنه، ترى الله عزوجل عظمت میدهد، ترى الله عزوجل کرامت میدهد. ولو اینکه اون آدمی پست و حقیر هر سخنی بگه. امروز مشکلی همین مشکلی که امروز علما بیان میکنن این احترام نکردن علما است. الان همین وبا و همین مشکلی امروز جوانها را یعنی که رسیدگی هست که احترام علما نیست. بله توقیر العلماء من اجلال الله فهم ورثه الانبیاء و حمله الدین. احترام کردن علما از عظمت و بزرگی الله عز و جل است. فهم ورثه الانبیاء و حمله الدین. زیرا علما وارثان پیامبران و حاملان دین هستند. و من معتقد اهل السنت والجماعه و از اعتقاد اهل السنت والجماعه است که الثناء علیهم و اجلالهم، که به اونها ثنا و تعریف کردن و اونها را احترام کردن. قال الطحاوي رحمه الله علماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من اهل الخبر والاثر واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل. بله طحاوي رحمه الله فرمکی علمای سلف السابقین و از تابعین و کسانی که بعد از اونها هستند در رابطه با علمایی که از اهل خبر و از اهل اثر هستند، یعنی از اهل حدیث هستند و از اهل فقه و از اهل نظر و از اهل رأی و از اهل فقه و از اهل اجتهاد هستند، لا یذکرون الا بالجمیل. اونها یاد به یاد آورده نمیشون مگر به صورت زیباگی. بله دوما سار تلاميذ العلماء على هذا الوصف الرفيع من احترام العلماء. قال الربيع بن سليمان رحمه الله والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. بأي شكل طلاب علماء و شاگردان علماء به همین راه و به همین طریق احترام از علماء رفتن، به همین وصف کردن علماء و به همین احترام علماء. ربيع بن سليمان میگه که والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. میگه والله میگه من جرأت کرده نمیتونم اینکه در نزد اینکه من آب را بنوشم در حالی که شافعی به من نظر کرده شده باشد. والله ما اجترأت ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي. من جرأتی را ندارم که ما آب بنوشم در حالی که شافعی به من نگاه کرده باشد. همچون هیبت برای او و همچون احترام برای او. سواء كان للشيخ الاسلام تيمية رحمه الله اخ يجله ويعظمه. برای شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله یک برادری بده که او را احترام میکرد، او را خیلی خوب احترام کرد. قال البزار رحمه الله وما رأيت احدا كان اشد تعظيما للشيخ من اخيه هذا. بله بزار رحمه الله فرماکی میگه من هیچ احد را ندیدم که از این برادرش دیده شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله را اینقدر احترام داشته باشد. هیچ احد ندیدم. میگه كان اشد تعظيما للشيخ من اخيه. میگه بسیار
شیخ را احترام میکرد، همین برادرش، و هیچ احد را ندیدم که از همین برادرش دیده شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله را اینقدر احترام داشته باشد. یعنی القائم باموره و کان یجلس بحضرته كأن على رأسه الطير. برادرش با امورهای همین شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میپرداختک و نزدش و کان یجلس بحضرته و نزدش منشستک كأن على رأسه الطير، گویا که در سرش چیست؟ گویا در سرش پرنده نشسته است. این قدر با احترام در نزدش منشسته و با امورش و توجه میکرد به امور و نیازهایی که داشته و با کارهاش رسیدگی میکرد. و کان یهابه کما یهاب سلطان، چون او احترام میکرد که مثل یک نفر یک سلطان و یک پادشاه را احترام میکند. این قدر این برادر خودش را. و كنا نعجب منه في ذلك، میگه ما تعجب میکردیم از این برخورد برادرش که با شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله معامله میکرد. و ما میگفتیم به صورت عرف و عادت که لا يحتشمونه كالاجانب، ان اورا احتراما كمان دي اجانب، در حالی که میگه بل يكون انبساطهم معه فضلا عن الاجنبي، در حالی که میگه یعنی احترامی که به اونها میکردن بسیارتر از چی بدک؟ از اجنبی ها بدک. و نحن نراك مع الشيخ كتلميذ مبالغ في احتشامه واحترامه، و میگه که ما میگفتیم برای همین برادر که به شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله بدک، میگه ما میگفتیم براش که ما تو را میبینیم، در حالی که ما تو را میبینیم با همراه شیخ به مانند همون تلمیذ و به مانند همون شاگردش هست که یعنی در احترام مبالغه کرده است، در حرمت و احترام کردن مبالغه کرده است. و این برادرش میگفت که اینی ارى منه اشیاء لا یراها غیری اوجبت علی ان اكون معه كما ترون، میگه من به خاطر قدر احترام میکنم که من چیزهایی را میبینم که شما او را نمیبینید. در حقیقت الله عز وجل برای شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله کرامت داده بودن، فرمود که من میبینم از او چیزهایی که لا یراها غیری، هیچ احد او را غیر از من او را کسی نمیبینه. از این خاطر برای من لازم است این که ان اكون معه كما ترون، من با او همین گونه باشم همچنان که شما میبینید. در حقیقت شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله از علمای خیلی عظیم و علمای خیلی بزرگ که در امت اسلامی خدمت کرده است و هیچ از اهل بدعت نیست که اونها را مگر براشون کتاب و رساله ننوشته باشد و اونها را جواب نداده باشد و انحرافات اونها را نگفته باشد، چه از یهود و از نصارا و چه از روافیز و از شیعه و اهل منطق و اهل کلام و اهل فلسفه و جهمی ها و مرجئه ها انحرافات و ضلالت اونها را بیان کرده است. که بعضی از اهل علم میبینی که در این متخصص بعضی از فنها هست، اما معلومات دیگه فنها دارد اما متخصص نیست. اما شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله متخصص بودن در تمامی فنون. حتی باری وقتی شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله در زندان است، یک نفر میاد نزد همون سلطان و پادشاه، میگه که من دیدم که شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله در فلان مسجد نشسته است و درس میدهد و شاگردان در اطراف نشسته هستند. ببین راست قولی و صادق بودن این شیخ را ببینید. بعداً میان پیشش میگن که تو را کی آزاد کرد؟ میگه من کسی آزاد نکرده است، من در زندان هستم. میگه چگونه؟ میگه تو را دیدم که در فلان مسجد درس داده ایستادگی. میگه که شاید کدام جنی است که خودش را به صورت مکردگی است و در اوجا درس میدهد. ببین صداقتی شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله. بعدا براش میگن که برای چی نگفتی که ملائکه هست؟ این شخص گفت که به خاطر اینکه ملائکه هیچ وقت دروغ نمیگد و احتمال داره که جن دروغ بگد و او جن است که خودش به صورت مکردگی است و همین کار کردگی است. حالا از این علمای تواغید باشد یا که از علمای درباری باشد یا که از علمای گمراه ضال و منحرف باشد، چی میگه؟ بله میگه تو ملائکه است و فلان است و من اولیاء و دیگر است، یک دروغ دیگر به همون پادشاه میبندد و چاپلوسی میکنه که تو که مرا از اینجا نجات بدهد. ولیکن این حرف نمیگه شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله. این دولت بر صداقتش میگه. بله حتی تو جایی که اینقدر یعنی در منهج و یقینی که به الله عز و جل داشتن در حق بدنش که حتی اهل امون منحرف و طایفه امون صوفیایی که گمراه شده هستند بعضی از رنگ‌ها را در بدنشون میشکیدن و به آتش داخل میشدن و دیگران را گمراه میکردن و این کرامت میدونستن و حتی براشون چی گفتند؟ یعنی حاضر هستم که همین تعدی را با شما بکنم، من وارد آتش را روشن میکنم و وارد آتش میشم و اگر من در باطل باشم من میسوزم و اما اگر من در حق باشم ان شاء الله که بردن و سلاما به سلامتی از این آتش بیرون میشم. حاضر نشدن، حتی همین طایفه حاضر نشدن، ترسیدن. این قدر یعنی جرأت داشتن و یقین داشتن در همین حقی که بدن و حتی توبه کردن، چون که در کتب ذکر میکند
ابن قیم رحمه الله که حتی توبه کردن بسیار از اینها و برگشتن از این ادعایی که مردم فریب میکردن و رنگ‌های را در بدنشون میشکیدن و از آتش میپریدن و میگذشتن و این آتش به اونها هیچ ضرر نمیکند و اینها اولیاء هستند و کرامت دارند. وقتی که این تحدی را شخص تیمی رحمه الله میکند که بیای اگر شما در حقیقت کرامت دارید، انا این کرامت میگن من وارد آتش میشوم، اگر نسوختم پس من بر حق هستم و شما منهج قبول میکنید. و این هر کس نمیگه مگر کسی که یقین به الله عز وجل داشته باشد. يجب على المسلم ان يحذر من الوقيعه في اعراض العلماء. بله واجب است برای یک مسلمان اینکه بر حذر باشد از واقع شدن در آبرو و حیثیت علما. قال الحافظ ابو القاسم ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومه. سبحان الله. ابو القاسم حافظ ابو القاسم ابن عساكر فرمود که گوشت علما که الله عز وجل اونها را رحمت بکند مسموم است. گوشت علما سم دارد، زهر دارد. بله هر کسی که اگر واقع بشود در آبرو و حیثیت علما و علما را به احترامی بکند، علما را غیبت بکند، علما را تهمت بزند و علما را هر حرف هر سخنی که از زبانشان گفتن بگیرد، بداند که لحوم العلماء رحمت الله علیهم مسمومه. گوشت علما یعنی که زهرآلود شدگی است. هر کسی که در آبروی اونها داخل می شود و اونها را پس میزند و سخن میگه، بداند که همین گوشتی مسموم شده را، همین گوشتی زهرآلود شده را حتما تناول میکند و کسی که گوشتی زهرآلود شده را اگر که تناول کرد هلاک می شود. و عادت الله فی هتک استار منقصیهم معلومه. بله عادت الله عز وجل در شکستن همون پرده های کسانی که اونها را جایگاه اونها را کم میکنن و اونها را هر سخن میگن و اونها را غیبت میکنن و اونها را به احترام میکنن، جایگاه یعنی عادت الله عز وجل در شکستن این پرده ها معلوم است. لأن الواقعة فيهم بما هو منه براء امره عظیم. زیرا اینکه واقع شدن در همین آبرو و حیثیت علما با آنچه که در حالی که اونها از این پاکن، از این سخن پاک هستن یا که از این عمل پاک هستن، تو این سخن در حقشون میگویی و این تهمت در حقشون میزنی و این به احترامی در حقشون میگویی، بدون که این امر خیلی عظیم است. الله عز وجل ان الله يدافع عن الذين امنوا. یک مؤمن عادی الله عز وجل که از او الله دفاع میکند، چه برسد از علما که تبلیغگران دین الله عز وجل هستند و رساندن دین الله عز وجل هستند، چگونه الله عز وجل از این دفاع میکند؟ و تناول اعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخیم. بله تناول کردن و همچنین داخل شدن در اعراض و آبرو و حیثیت علما با زور و بهتان و افترا و دروغ، بدان که این یک مرتع وخیمی است، یک کار خیلی عظیمی است و یک عاقبتش یک هلاکتی است. والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذمیم. بله این دراندن آن کسانی که الله عز وجل اونها را اختیار کرده است به خاطر چی؟ به خاطر علم و به خاطر بقای علم و به خاطر انتشار علم، یک اخلاقی خیلی بدی است. یعنی تو بیای کسانی را که الله عز وجل اونها را اختیار کرده است به خاطر بقاماندن علم و به خاطر رساندن علم، بله ما نمیگیم که علما معصومن، چنانه که روافض چون اعتقاد دارن اهل سنت و جماعت کل بنی آدم خطا، فقط تنها پیامبران هستند که معصوم هستند. از علما از اونها خطا صورت میگیره، ولی خطای علما را علما میگن، خطای علما را کسانی میگن که اونها میفهمند و میدونن که چگونه این خطا را بیان بکنن. بعضی وقتا شخص نمیدوند که همین خطا هست اما او را خطا برداشت میکند. این از همین نداشتن گمانی خود به اهل علم و علما است. از پیش خودش برداشت غلط میکند که همین اعتقاد دارد یا که اعتقادش همین است، در حالی که نگاه میکنیم مثلا درست فهمیدگی نیست، عبارت کتاب خوب درست فهمیدگی نیست. از این خاطر است که در آنچه که وقتی که برای یک نفر اشکال پیش میاد که همین عالم در حقیقت همین اعتقاد دارد، همین عالم همین حرف گفته است، همین سخن گفته است، این برمیگردد به همون کبار علما. کبار علما را مشکل چه؟ کبار علما حل میکنه. زیرا بعضی وقت میگه طلبات العلم، یک طالب علم میبینی که درست نمیفهمد سخن، میگه که سخنش توبه کرده است یا که سبقت لیسانش دیگه است یا که حرفی است یا که از اون توبه ثابت است. به هر حال یعنی که علمای کبار علما میفهمند و خطا اونها را بیان میکنند. از این خاطر انسان باید که برگردد و به اهل علم باید رجوع بکند و همچنین گمان خیر به اهل علم داشته باشد. این اخلاقی بدی است که هر سخن را فهمیدی مذمت بکنی و هر سخن بگویی، هر گپی خاصی از زبانت برآمده میگیره، در حالی که الله عز وجل اینها را، یعنی این سخن ها را هر کس متوجه نمیشه و یا خوب درک بکنه، یا هر کس نمیفهمه.
بله خیلی اخلاقی بدی هست که انسان بیاد در رابطه با اهل علم و علما چنین منهج داشته باشد و هر سخنی که بخواد گفتن بگه و هر افترا و دروغی که از زمانش بیاد بگه. فلان عالم میشناسی؟ بله ایوه طاغوت است. فلان عالم میشناسی؟ بله ایوه مرجئه است. فلان عالم میشناسی؟ بله او فلانی است. هر سخنی اعوذ بالله انسان نمیترسه از الله عز و جل که انسان یک حرف میگه یک سخنی میگه که این 70 سال در جهنم میماند از این سخن گفتن. که افترای یک مؤمن، دروغ بستن به یک مؤمن بهتان عظیم الله میگه و در شریعت حد دارد، چه برسد به اهل علم و علما. والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم ووصف كريم. بله اقتداء و پیروی کردن با آنچه که الله عز و جل اونها را مدح کرده است. اما قولی متبعین از اون علما را، متبعین از اون اهل سلف را که در حقشان استغفار میکنن، کسانی که پیش از اونها بودن در حق علما براشون استغفار میکنن و دعا میکنن که الله عز و جل قلب من بین من و بین اون علمایی که پیش از ما سبقت بیتن و در راه اسلام و در راه دین الله عز و جل قصدشون خیر بدک، نیتشون خیر بدک، نیتشون رساندن دین بدک، رساندن حق بدک و به قدر استطاعتشون برای دین الله عز و جل خدمت کردن و دین الله عز و جل بیان کردن. ولی در بعضی از مسائل به خطا رفتن و به اشتباهات رفتن. انسان باید این افراد اقتدا و پیروی بکند، همون کسانی که در حق علما همچنین گمان خیر میکنن و در حق گذشتگان چیکار میکنن؟ دعا میکنن و میگن که الله عز و جل بین ما و بین علمای سابقین هیچ کینه و کدورت و بدبینی الله قرار نده. این دعا را میکنن چون که الله عز و جل فرماید والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ببین دعا میکنه که ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ای الله در قلب ما با او برادرهای ما که از ما سبقت گرفتن در علم، در فضیلت و در جهاد و در خدمت الدین و در تبلیغ الدین، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، در قلبهای ما نسبت اونها بدبینی الله عز و جل قرار نده. پس انسان باید که اینمی افراد اتباع بکند که الله عز و جل امیر مدح کرده است و در کتابش الله عز و جل ذکر کردن. این بسیار صفتی خیلی صفتی بزرگی است کسی که همچین صفات داشته باشه. پس جون العلماء الربانیون اولیاء الله، علمای ربانی که دین الله عز و جل را بیان میکنن اینا اولیای الله عز و جل هستند. چون که نووی میفرماید که رحمه الله وعن الامامين الجليلين ابي حنيفه والشافعي رحمهم الله قال ان لم يكن العلماء اولياء الله فليس لله ولي. ابو حنیفه و شافعی رحمه الله فرماید که اگر این علما اولیای الله نباشند پس برای الله عز و جل ولی نیست. یعنی با تاکید گفته شدن که این در حقیقت اولیای الله عز و جل همین علما هستند. متاسفانه این جهال از تعریف از علما از اولیاء دیگه چیز میفهمند. فکر می‌کنند اولیاء یعنی اینکه میشنود غیب رو میدوند، غیب رو میفهمد. اولیاء یعنی اینکه میپرد. این تعریفی غلط و اشتباه از منحرفین فهمیده هستند. در حالی که اولیاء الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیای الله عز و جل کسانی هستند که ایمان به الله عز و جل آوردند، ایمانی به الله عز و جل. پس هر مؤمن الله ولی الذین آمنوا، پس الله ولی کی است؟ ولی کسانی که ایمان آوردند. پس اولیای الله عز و جل همین مؤمنان هستند و بهترینشان این علما هستند. و توعد الله عز و جل من آذى اولیاءه، و حتی الله عز و جل وعید ذکر کرده است کسی که اولیاءش را اذیت میکند. چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و در حدیث قدسی ذکر میکنه که ان الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاری. الله عز و جل فرمودند که هر کسی که اگر دشمنی بکند با او ولی که ولی ماست، دوستی ماست، که بدون شک این اولیاء این علما دوستای الله هستند. هر کسی که با این دوستی ما میگه دشمنی بکند فقط آذنته بالحرب، من با او اعلان جنگ میکنم. ششم من اکثر من الوقيعه في العلماء فقد وقع في ذنب عظيم. هر کسی که اگر زیاد واقع میشود در همون آبرو و عزت علما فقد وقع في ذنب عظيم، با تحقیق این نفر در یک گناه خیلی عظیم و بزرگ واقع میشود. در یک گناه خیلی عظیم و بزرگ حتما این نفر واقع میشود. کسی که همیشه در همین کارش همین است، در آبرو و عزت علما و حیثیت اونها را سخنهای بد و قبیح گفتن، این نفر حتما در یک گناه عظیم و بزرگ واقع میشود. قال الطحاوی رحمه الله ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هر کسی که علما را بدی یاد میکرد این در غیر راهی حق است. وقال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله المستهزئ باهل الخير والطاعه والعلم بعض اهل العلم ذكر انه يكون رده اذا كان هذا
دیدنه. شیخ محمد بن ابراهیم میفرماید که استهزاء کننده به اهل خیر و طاعت و علم، کسی که میاد اهل علم و علما را استهزاء و مسخره میکند، بعضی وقت میشه که انسان در ردت واقع میشه. بله، من آذى العلماء بلسانه ابتلاه الله بسوء الخاتمه. هر کسی که اگر علما را اذیت و آزار بدهد با زبانش، با او سخنهای بد و به احترامی بکند، الله عز وجل او را به خاتمه بد، او را الله عز وجل خاتمه میدهد. قال ابن عساكر رحمه الله: كل من اطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. نسأل الله السلامة والعافية. ابن عساكر رحمه الله فرماید که هر کسی که اگر زبانش را رها بکند در طعن به علما، در عیب گفتن به علما و جایگاه و بزرگی اونها را پس کردن، الله عز وجل میگه قبل از وفاتش او را به موتی قلب، او را به بیماری قلب الله عز وجل گرفتار میکنه. این خاتمه بد است. بله، من كان عنده محبة للحديث في اعراض الناس فليصرفها في ذكر الله. هر کسی که اگر محبت دارد و سخن گفتن در آبروی مردم، پس او را بربگرداند در ذکر الله عز وجل، بجای او ذکر الله عز وجل بگرد. قال ابن عون رحمه الله: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. ابن عون رحمه الله میفرماید که ذکر الله عز وجل، یاد الله عز وجل، این دوا است، و اما یاد مردم، غیبت مردم، سخن در آبرو و عزت مردم و در شخصیات مردم، این چی است؟ این یک بیماری است، این داء است، این بیماری است. از این خاطر انسان همیشه تلاش بکند در هر مجلسی که میشیند اینه که زبانش را حفظ بکند. والله قسم که این از صفات علمای ربانی است. انسان شخص به حق شده نمیتواند که همیشه ای سخن میگه، همیشه حرف میزند، آوازش بلند است. نه، این دعوت بر حقیقت بدن یک شخص نمیکنه. این بس انسان هایی هستند که سکوت هستند و سکوت را انتخاب میکنند، و اما اینها در پیش الله عز وجل خیلی عظمت و بزرگ احترام و خیلی جایگاه و عظمت و منزلت و جایگاه و مکانت دارند. شما نگاه کنید که کسانی که متصف به صفات اهل علم هستند، متصف به صفات از اهل علم هستند، اونها در حقیقت این سخنان از زبانشون بیرون میشه. و اما هر کسی دید که هر سخنی از زبانش میبرید، ولو اینکه علم هم داشته باشد، ولو اینکه صاحب کتب هم داشته باشد، صاحب تالیف هم باشد، هر شخصیتی که باشد، ولی که میبینی که در این علما میچسبد، بدونید که در تربیت این نفر مشکل است. برای در علم داشتنش مشکل نیست، در تربیت این نفر مشکل است. اما هر کسی که میبینی که سخن نمیگه مگر به احتیاج و حرف نمیگه مگر به احتیاج، به خاطر اتباع از سخنی پیامبر صلی الله علیه و آله: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. بله، هر کسی که ایمان به الله و روز آخر دارد خیر بگوید یا اینکه سکوت بکنه. ببینی که صفاتی از اهل علم واقعی و طالب علمای واقعی که در هر مجلس بنشینند سخن نمیگن مگر به حق و حرف نمیزنن مگر به حق و دعوت نمیکنن مگر به حق و از زبانشون سخن نمیاد مگر به ذکر و یاد الله عز وجل. بله، حتی یعنی که در نشستن در همچین مجلس فضیلت دارد و این مجلس اهل علم است و مجلسی که ملائک در این مجلس میآیند. اما وقتی که میگیم که مجلسی بازار است، مجلسی غیبت است، میبینی که این به داخل میشود، این در این داخل میشود، حتی در همون احترام بین دیگرشون نیست. فترک هذا المجلس، هذا مجلس الجهلاء. این مجلس ترک بکن، این مجلس اهل جهلا است و تو لایق نیستی که در این مجلس بشینی و نشستن در این مجلس برای تو ضرر است و در منهج و در اخلاق و آداب تو ضرر است. ترک بکن مجلس. بدترین مجلس است که در اوج غیبت علما است. بدترین مجلس است که در اوج به احترامی به اهل علم و علما است. بدترین مجلسی اوج غیبت از اهل علم و علما است. این مجلس ترک بکن که والله که در این مجلس خیر نیست، بلکه عذاب الله است. همین فقط تنها غیبت یعنی یک مؤمن عادی. این خودش الله عز وجل فرمود که کسی که اگر یک مؤمن غیبت بکند ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. الله تشبیه میکرد به مرده برادرش که گوشت مرده برادرت خورده ایستادی. در یک مؤمن عادی چی برسد با یک با یعنی که داخلشتن در آب رو حیثیت علما. از این خاطر باید که زبانون حفظ بشه و انسان در روز قیامت از اینا نمیپرسن. والله که در روز قیامت از اینا نمیپرسن. در روز قیامت از عملی خود میپرسن که تو خودت چیکار کردی برای دین الله عز وجل. الله عز وجل به ما توفیق و هدایت و تا اینکه زبانمون حفظ بکنین. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.